من زنده بود جناب اولی و این خیلی گپا رو هیچ وقت نمیگویم. من روی روز گفتم که برق تاجیک سبب مفلس شدن برق تاجیک گناهکار خود حکومت است. چرا؟ چون این مراتب شما با پارلمان راه نیافتید. اصلا من شما روی راست میگم. همین حکومت از وجود من در پارلمان درد سر شده است دیگر. چون که من زنده بود جناب اولی و این خیلی گپا رو هیچ وقت نمیگویم. همون وقتی که لایحه قانون نادرست، من قانونهای دیگر و دخالت نمیکنم، صلاحیت پروکراتور سود و دیگر چیزا. این صلاحیت پرزیدنت است، بین و چخیل حکومت تقسیم میکند بین سود و پروکرور و دیگر ملیسه و دیگر، او کار هو است. لیکن وقتی که مسائل اجتماعی دولت اجتماعی که باشیم برمی آید، من خاموش شده نمیتونم. این مسئله انداز است، نفقه هست، معیوبی از دیگر چیزا، نرخ برق است و دیگر چیزا با اولی من در نظر دارم. اینها من روی روز میگویم و این چندان نمیخوره. چون که بسیار میگن که زنده بود. حتی وقت چند سال پیش گفتن که ما استقلالت انرژتیک رو به دست آوردیم، بعد یک سال دو سال دیگر فراموش میکنید. از زبان خود رئیس جمهور برآمد این گپ. ما گفتیم این گپ نگویید، حال استقلالت انرژتیکی اون طرف است. چون این استقلالت یگان دولت ندارد. سخن درباره چون که این لوله های نفت و گاز و خطای برق در تمام دنیا پاش خوردن، شبکه و نفت و گاز و چیزا هم از با واسطه پاییز و با واسطه سیسترنا میبیاید. اینا یگان فقط امنیت انرژتیک گفتن در کار است. امنیت هم نداریم، چون که چند سال دیگر نفت و گاز خودمان را کار فرماییم و چندین استانسیون و نابهای برقرار کنیم. اون وقت ما امنیت انرژتیکی را تامین میکنیم. لیکن وقتی که من این گپا رو میگویم نمیفوره. من روی روز گفتم که برق تاجیک سبب مفلس شدن برق تاجیک گناهکار خود حکومت است. السلام علیکم تماشاچیان عزیز، برنامه ما ادامه دارد. امروز در مهمانی ما کارگری گورسوید میباشند. اکوجان ما 270,000 تا سوال آمد شما و می ماه دکابر به ما امون 270,000 تا سوالای همش خوانده برآمدیم. همش خوانده برآمده معناش فهمیده یک تا سوال با خونجاندیم. همون سوال ما شما میاد دیگه. جواب میدم حرکت کنه. شما خدا میترسید می؟